سلام، به یه ولاگ دیگه خوش اومدین. امروز اومدم سمت پالادیوم، قراره بریم تاتی هوم. تاتی هوم یه مغازه هستش که لوازم منزل داره و من عاشق لوازم منزل. بریم ببینیم چطور میشه. خیلی قشنگه. الیسا، من مدل الیسا رو خوشم میاد. بریم ببینیم چی خریدم. خب اول با این چیزای هیجان انگیز همون شروع میکنم. همون ما کیسیه. من دوست داشتم یه خود کیف آتیش کنیم. منزله گرفتم، از اینا گرفتم. لیف مدل جدیده. دوتا از این لیفا گرفتم که اون لیفای قبل کلا بندازم بره. مامان بیا. آره این لیفای جدیده گرفتم. اینا خیلی خوب بود. اگه پیدا کردیم بگید. این ورش لیفه، این ورش با این براشش کار درای براش رو میکنه. بشقا هستن. بذار اصلا اینو باز کنم نشونتون بدم. جای کیسه و اینا خوبه. جایی هم که دستمون نمیرسه رو بچه کاور میکنه. اینا ها ببینیم. این ورش خیلی لطیف، این ورش هم خیلی خوبه. خلاصه که این هستی. یه چیه گرفتم، یه دوتا اود گرفتم. لاینه که همیشه میگیرم اما این جدیده. این جدیده. یه خانومی هم بود میگفت مامبا، بلک مامبا خوبه بگیرید، پیدا کردید. گفتم چرا؟ گفت اصلا کارش اینه که انرژی منفی رو دور میکنه. اینم خوشگل بود. اشانتیون بذار ببینم. خب این از چیزیهای همون. اینو بذارم آخرش کنم. واسه اتاق دوتا چیز گرفتم که این خینزر پنزرا و چیزام و عطرمو بذارم روش. کرمه. اینم جا دستمالیه. خیلی قشنگ بود. اینا به نخی کنفی معروفن. ولی خب خوبه دیگه، برای اتاق قشنگه. خب اینم از این. یه دونه شم گرفتم برای سرویس. رنگش توسیه. میریم قسمت هیجان انگیزی که من دوست دارم و مامانم میشه دوام میکنه. چیزی که واسه خونه میخرم. خب دوتا
جای چیز گرفتیم، یه دونش خودم یادم شیکوندم، مال مامانم یه دونه شده. 2 تا جای کارد چنگایی گرفتم. خوشم میاد از ظرف آشپزخونه. نمیدونم چرا مامان پشت صحنه داره میگه از دست تو این مایه ها. خب رسیدیم به اون جایی که خیلی دوستش دارم. یه مطلبی میخوندم توی یه مقاله فرانسوی. میدونی که بهترین آشپزخونه و بهترین سرو و از اینجور چیز بوده که میگن غذاهاش همیشه لذت بخش‌تره، سرو فرانسویه. آخرین مقاله‌ای که توی چیزای فرانسوی میخوندم قبلا میگفتن که رنگ بشقاب قاشقاتون رو آبی بکنین، اشتهاتون کمتر بشه و مثلا میزان چاقیتون کم بشه. ولی یه مطلبی بود که میخوندم نوشته بود که آبی لذت غذا رو بهتون نمیده. ممکنه غذاتون رو توی آبی سرو کنین و بخورین و کم بخورین ولی ذهنتون سیر نشده. توی اون مقاله میگفت رنگ زیتونی، رنگ سبز بهترین رنگی هستش که میتونین واسه کرم برای پذیرایی و مثلا ناهار شام خانواده مثلا استفاده کنین که هم لذت غذا رو داشته باشین هم زود سیر بشین. از ظرفای سفید برای ناهار و شام استفاده نکنین، احساس سیری نمیدن، ولی سبزا هم لذت میدن هم سیرتون میکنن. 2 تا از اینا خریدم. اینا سسخوریه، رنگ زیتونیه. بذار بازش کنم. روی میز ناخوری که میچینین زیتونی و سبز با سیلور و بیرنگ از این شیشه یا پیرکس میرکس ها خیلی قشنگ میشه. دو تا از اینا گرفتم توی میز ناخوری که ظرف‌های استاندارد. 2 تا ظرف سالاد گرفتم. قرار از این بعد غذا رو توی این ظرف‌ها سرو بکنم که هم اون حس سیری رو بده هم اون حس لذت رو. می‌بینی رستوران 2 تا کاهو میرزه تو چه خوشگل میشه، همیناست. 2 تا از اینا و از اینا. مثل ماسخیا، برانی اسفناج. خیلی قشنگ بود. ضمن اینکه اینا رو با یه حالت دیس هم داشت، ولی دیسش خیلی تیره بود، من دوست نداشتم. دیس سبزش رو تموم کرده بود. خیلی قشنگ میتونیم واسه پذیرایی و اینا استفاده کنیم. اینم از این خرید من بود از پاتی هوم.